سلام به همه подписчиков. خوش آمدید به کانال Android Touch. پیش از ویدیو رو سر کردن حتما به کانال подписаться کرده، به ویدیو لایک مونید و ویدیو رو به دوستان خودتان روان کنید. در امروز ویدیو ما برای شما با خواهش یک چند کس چخیل سکچر کردن ورسی کهنه چیگاب رو در تلفن های اندروید و آیفون نشان میدهیم. تا آخر ویدیو تماشا کنید، حتما با پررگی همه‌اش را میفهمونیم. بسیاری در اول چیگاب را ورسی کهنه‌اش را استفاده بردند و حاضر در ورسی نو چیگاب رقم هاشون کار نکرده ایستاده است و برای همانها ورسی کهنه چیگاب را از کجا یافته سکچر کردنش را نشان میدهیم. رجیستراسیاش را در تلفن خودتان حتما میکنید. یک دو ویدیو گذشته را تماشا کنید، رجیستراسی کردنش را هم نشان دادیم. برای این شما باید با یگان نمود براوزر درآیید. ما مثال با گوگل کروم می‌درویم و در اینجا در پایسک با سایت spakes.ru داخل میشویم. برادران با سایت وارد شدید. در اینجا در بالا پایسک با سایت نوشته شده است. در همینجا چیگاب می نویسید. و در اینجا در سیوم پروگرام نوشته شده است. باید پروگرامش را سکچر کنید، با بالا پروگرام رو پخش میکنید. در اینجا چیگاب خیلی بسیار است، از اینها بیکار هستند. شما باید چیگاب یکمش را سکچر کرده گیرید. فهمتش 10 و 3 متر در بالایش پخش میکنید و از اینجا کمی با پایان میکنید. در اینجا معلومات رو داده شده است. اینجا اشراخانه اگر رجیستراسی کردنش را میفهمید و با پایان میگوید. در همینجا سکچر شده است، در بالای همین پخش میکنید و ضروری پخش میکنید. بعد که سکچر کرده چیگاب رو و داخل چیگاب می‌دارید. حالا که حاضر در تلفن ما 2 چیگاب است و 2 چیگاب وارد نمی‌شود و برادران میتوانند چیگاب رو استناد کرده رجیستراسی کرده در ویدیو پر سکچر شد. ما اصلا که یک تا چیگاب داریم در اینجا این چیگاب رو استفاده کنیم نمیتوانیم. خیلی می‌خواهید پر رجیستراسی میکنید. هر ویدیو با همین باقی میرسد. ویدیو با شما معقول شده باشد لایک کنید، ویدیو رو با دوستان خود بدید.